خب نوا رو تماشا کنید. نمیمونم کندن دروازه من نگاه نمیدن کاری من ترسوندن برو ساید دهنی دروازه برو بگیره. صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروز شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محیطین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. ما 5 کودک دارم دامگیره بگو پیش ما بیایه من قطعی کودکان گیجا میرم بای خانه چپه میکده ها؟ چون میگیستم من صاحب خانه این چون میگیستم به خانه من گیجا میرم خانی من را چپه میکنه من را میگرفتیم در گیجا من را میگرفتیم اصو شیدم میروورده کنی خانی من که من برم من قانونی دعوت کتی سیانکا میکنم من نمایده قانون تلفن برم ته من سیانکا میکنم. شما دیدید این خانواده شهروندانی هست در شهر وحدت که اونها رو از دستشون میگیرن میوین میگم من نماینده قانون تلفن تبتی کامera نکرد نماینده قانون چه حق داره تلفن شهروند رو میگیرد. این خانواده میگه که من 5 فرزند دارم من 5 فرزند دارم و خانه من نباید غصب کرده شود برای من خانه بتید کلید خانه رو من حوض میرم من با 5 در فرزند کجا برم میگه فرق نمی کند من نماینده قانونم کلید رو به دستی من بدی تلفن رو به دستی من بدی از نماینده قانون تهدید کرده می شود. یعنی این عذاب بالای یک خانواده در تاجیکستان نیست بالای همه هست. برای چی؟ برای که ما پراکنده ایم. برای چی؟ برای که ما نمیخواهیم در تاجیکستان انقلاب شود. برای که نمیخواهیم از جان خودمون بگذاریم. این همین سختی ها رو قبول داریم و از جان خودمون نمیگذاریم. ایستادگی نمیکنیم. 10 نتگل بدین زیو بکفا به خطر رسمی میرسونن گپ زدن نمیتونیم. 100 تا سهراب ظفر میبرن در تاجیکستان زندان میکنن خاموشی را اختیار میکنیم. نمیبرایم سهراب ظفر شیم. 1000 کسی ما برویم. اگر 1 میلیون تاجیکستانی حاضر بروید 1 میلیون جوان 500 100 تا حتی 1000 اگر جوان بروید 10,000 جوان بروید بگید که من سهراب ظفرم سهراب ظفر رو زندان میکنن میرینن سهراب ظفر رو به فردا آزاد میکنن. مشکلات را در مردم نگذارید نه من برام خودم توقعیم همین خیلی خودت اگر 10 تا 100 تا 50 تا 10,000 نفر بروید مطمئن باشه گلگون شکوفا میشه جامعه ما. مشکلات اساسی ده همین جا است که شهروندان جسوری که را یتا میکشن در تنهایی هممون اینا قبول میکنیم و حرف نمیزنیم. برای چی؟ برای که هراس داریم. نمیشود که ما امروز منتظر اون باشیم که یگان نجات دهنده سیاره میاد میگن ما تاجیکا را نجات میدیم. تاجیکستان رو هیچ کس هیچ وقت و هرگز نجات دادن نمیتواند مگر اونی که من تی مسلمان من تی که به خدا ایمان داریم من تی که به رسول ایمان داریم به روز قیامت ایمان داریم من تی که میدونیم که در تاجیکستان و در اسلام وقتی که ظلم میکنن این امکان نداره این ممنوع است حرام است ظالم مظلوم در روز قیامت جوابگو است و پاسخ میدن. وقتی که من تو ایران میدونه و بر نمیخیزیم در مقابل زوری و ظلم نمیستیم فردا جواب داده میشه پاسخ بخوایم داد پرسش میشویم که برای چی به اساس کدام چیز تو امروز خاموشی را اختیار کردی؟ چرا بالای تو ظلم شد از حق خود دفاع نکردی؟ چرا مال و ملک تو گرفته می شود حقی تو گرفته می شود تو گپ نمیزنی؟ در حالی که گرفتن از مال و ملک جهاد است مبارزه در راه مال و ملک یعنی اگر کشتنت شهید میشه. ما میشینیم همینجا ما ای دستمون چیکار میوید ای دستی همه ای ما یک کار میاد اگر بخواهیم چون ما را پراکندگی کشتگی است. امروز من تنهایم در کنارم نمیوی بیستی فردا سهراب ظفر تنها است در کنارش نمیستی. برای همی
باید برخواست مبارزه بود. اگر امروز نخیزی فردا یک کسی که قدرت میان میگیره با او میشوه پرزیدنت، با او میکنه ظلم میروه. برای همه اتحادی مردم این مهمترین نقطه است که هیچ نفر نمیتونه ظالم بمونه بشوه، نمیگذارش که مظلومه چکار کنه ظلم بکنه، از حق مظلوم دفاع میکنه. فقط به یه اساسی به دست میآید. ولی این خواهر ما که این خانه‌ش گرفتن حرف زده است، ولی جسارت کرده است. هزارها میلیون‌ها نفر هستن که هر روز خانه‌شون میگیرن ولی جسارت ویدیو کردن ندارن. حتی از خانواده همین مبارزه و از خانواده همه ما گرفته، از خود ما گرفته که میآیند زمین تا میگیرن، خانه هامون میگیرن، گپ زدن نمیتونن، حرف زدن نمیتونن در نزدیک میره که این اومدن زمین ما رو گرفتن، خانه ما رو گرفتن، ولی ملک ما رو گرفتن. و هاز اگر که برای یک مبارز باید بگه که این خانه ما را گرفتن، به خودبند دیگه به خاطر خانهش برمد مبارزه بود. 1000 تا چاپلوس کثیف نامرد اومد مرل قوت فکر که به خاطر مالش برمد است. اما در دین اسلام خستن و دفاع کردن از مال ملک، از مال ملک خودت، این حقی هر یک شهروند است و در این راه کشته شدی شهید میشه. اون مال همین گونه به دستت نآمده است کو، زحمت خواست است و تلاش خواست است و تو جان فدایی کردگی برای او. این گونه نفرها باید میلیون باشن. وقتی که در تاجیکستان دلیر امامعلی برمد، هر روز مردم باید دلیر تزور، دلیر تزور. ایزد امان دمسکو برمد، ایزد امان بهترین فرزند پرزیدنت آینده تاجیکستان، روز بردن زندانش کردن، چه اتفاق افتاد؟ همه خاموش. روز بردن دلیر امامعلی از زندان کردن، یک کس در کانالش نمیدونه دیگر. آخی فردا مدافع این ملت، این مردم کی میشود؟ فردا کی را طلب میکنید که بیاید از حق ما دفاع کنید؟ وقتی تو عالم، یک نفسنده، یک دانشمند، یک حقوق شناس، یک مجاهد، وقتی که شما میایید از حق شما دفاع میکنید، شاید باید فردا از حق دفاع کنید. و مظلومیت تو این درجه بیناموسیش که نه دیگر آخی. عیب و شرم است. بیایید نوارا دوامش رو تماشا کنیم. چیدم نروارده کمی خانیمه که من برانم. من قانونی دولت کتی سیانکه میکنم. من نماینده قانون تلفن تا مربطه. من سیانکه میکنم. اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان، طبعی در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور بازنموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محودین سروش خالی کنند. من به خانه نداده دیجا میرم به نفر بوده کتی. من بوده کتی دیجا میرم خانه نمیگرنی من دیجا میرم بگو. ساکنان این حوله ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راهی و بی‌رازگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آتینایف به زنگ‌های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل‌ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل‌ها آمده با آنها وعده داده است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پژارکا معلوم است منزلی 3 اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه‌های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت. حالا در صحبت به ما ساکنان این حوله ها گفتند که بار و بخچه‌هایشون را جمع کردند و رئیس شرکت آمده آنها را میبرد. شما ببینید در همین نوار، در همین من این روی کثیف یعنی ملیسه را بیارم،
همین نماینده این همین وقتی که میاد طرف همین ملیسه که شما میبینید چهرهش رو موشک همین کامپیوتری ما رو میبینید دروش، طرف همین میگه کل در نمور رادیو آزادی نیست ولی در دیگر نمورهای خرد دیده میشود. میگه که شما نماینده قانونید، من با کی مراجعت کنم؟ خانه در من بیا یک کلید بتیه بگیره اخی. او طرف رئیس همون شرکت میگه که گوش نکنی بگیره، همه ملیسه خاموش. خب نماینده قانون تو چگونه به فرمان رئیسی کدام شرکت کار میکنه؟ در کجا اومده است که ملیسه به فرمان یگان شرکت کار کنه؟ اون ملیسه با قرار با اونه که شهروند تأمین گردیده است با او کار میکنن. منزل این چیزی شخصی یک انسان است و بدون اجازه یک شهروندی که منزل دارد در اومدن طبق قانون اساسی مدخل او اجازت نیست. مرز او را گذاشتن و شکستن اجازت نیست. چگونه منزل که داخل ناپذیر است شما میرید دروازه رو میشکنید با میدروید میگه نماینده قانون قطعیشون قطعی میگه نماینده قانون دفاع کنید میگه که نه من نماینده قانون میگه تلفن ابتی کامیرا نکن. با جای اینه که به شهروند کفالت بدید که نه نماینده سروش کمپانیا نه هر شرکت دیگه هیچ وقت دخالت کرده نمیتوند و منزلی تو را نمیگیرد تا زمانی که برای تو منزلی دقیق رو پیشنهاد نکنند نتید. کوچ و بنج تو نگرفتن در بیرون پرتفتن حالا میان شما رو میبرن. معلوم نیست که حالا اینها را بردن یا نبردن. شاید بردن یگان نمیفهمم گوخونه بردن قتل کردن. این حکومت عمری رحمان تمام کار انجام میدهد. معین نیست که امروز و فردا چی معنی دارد. وقتی که ما